برادر عزیز بزرگوار، چی صورت داری، یعنی چی چهره داری، چی رنگی هستی، باید در صورت چهره خودت راضی باشی. و چی خاطر؟ نقاشی تو، صورت کشی تو الله رب العالمین است. الله انمی صورتی که داری انمی را برای تو دوست داشت. و فی ای صورت ما شاء رکبک، و بهترین صورت یعنی دوست داشته ترین صورتی که الله از تو دوست می داشت همون صورت را نقش بندی کرد. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رب العالمین میگه در اون رحم مادرتون، در اون جای تنگ و تاریک من شما را صورت کشی میکنم. چی رنگی که دوست میدارم، چی رنگی که میخواهم. آیا برادری از چهره خدا، از این رنگ و یعنی روی خدا آیا راضی هست یا نیست؟ باید راضی باشی، باید راضی باشی، اما مغرور نشوی، فریب نخوری.